سلام بچه ها، خوش آمدین به یک ویدیو جدید از چنل خودتان. امروز هم مورد برنامه پیکس آرت کردیتان صحبت داریم. انشالله که براتان مفید واقع شود. برنامه پیکس آرت یک برنامه فتوشاپ عکس است که در موبایل یک از بهترین برنامه فتوشاپ عکس به نسبت از دیدگاه خودم که یک عکاس هستم می باشد. این برنامه را به هیچ صورت تکرار میکنم، به هیچ صورت از گوگل پلی دانلود نکنین، چون خیلی از گزینه‌هایش لاک است و در صورتی که میخواین از تمام گزینه‌های استفاده کنین، این رو باید بر همون رقم که در ویدیو انشات گفتم که چطور دانلود کنین، این برنامه را همون رقم دانلود کنین. و اگر ندیدین اون ویدیو رو حتما برین ببینین که براتون مفید واقع شود. این برنامه بسیار قابلیت‌های زیاد داره، مخصوصا در بخش کراپ که شما تمام بعدها و تمام زاویه‌های متفاوت میتونین از این در بیارین و استفاده کنین. برای کسایی که عکسای شخصی خود میخواین با سلیقه نشان بدن خدا و در صورتی که با سلیقه هست، از این برنامه حتما استفاده کنین و هیچ برنامه‌ای نمیتونه به این برسه. این خیلی چیزای خاصی داره، مخصوصا همین شکستگی شیشه که یک چیزی دیزاین بسیار با سلیقه و قشنگ باشه که میتونه شما رو به ذرات شکستگی خیلی کوچک و یا خیلی کلان در بیارین و زاویه‌های متفاوت به هر شکلی که میخواین میتونین رو در بیارین. خب زیاد وقت نمیگیریم در قسمت، میخوایم که چون تمام بخش های مهمی که شما میتونین در یک عکس استفاده کنین، میخوایم بعد از دیدن این ویدیو خیلی عکسایتان حرفه‌ای شود. یک از خیلی بخش های مهمی بخش است که خودم شخصا خیلی زیاد استفاده میکنم، بخش لایت و رنگ است که لایت چه براتون تنظیم میکنه و شفافیتش که چقدر عکس شفاف باشه یا ضعیفتر باشه. این قسمت هم رنگ است که متاسفانه عکس سفید است دیده نمیشه کیفیتش که چی قابلیت داره و اینجا رنگ های متفاوت‌تر در میاره و این هم طبق میبینید لایت است و تمام بخش های دیگه و آخریش هم که درجه حرارت عکس میشه استفاده کرد. خیلی خوب، بریم سراغ بخش های مهم. یک از بخش های مهمش این قسمت است که یک قسمت به هوش مصنوعی عکس شما میتونید عکس ضعیفتر، عکس های رزگی تا نمیتونید به عکس شفاف و HD در میاره. خب بخش افکت میریم. افکت که است بسیار افکت های زیاد داره، برنامه بسیار زیاد که ما نمیخوایم کلش در موردش کلش حرف بزنم و فقط FX و HDR که این گزینه مهمترین بخش است. خودم شخصا واقعا همیشه از استفاده میکنم و بسیار تاثیرات خوبی داره. و بخش دیگه که است برایش است که در قسمت فتوشاپ کامپیوتر بسیار نامآوری کرد و بسیار نامکشی کرد و حال در موبایل گزینه فعال شده یا این واقعا باعث پیشرفت بخش دیجیتال است. طبق که میبینین ما خیلی راحت گم کردیم و در عکس های شخصی شما میتونین که از در قسمت صورت که جوش های دانه را اینا رو میخواین گم کنین استفاده کنین و این قسمت شما میتونین بازوهایتان در عکس های شخصی بازوهایتان کدش کلان کنین یا ریزک کنین یا صورتتان کدام جایش کج آمده خدای نخواسته یا کلاهتان یا لباستان به صورت میتونید با این طریق خیلی راحت به مو طبق میلتان رو در بیارین. و بخش فیت این برنامه این قسمت که از شادویش یا مسایه‌اش براتون تنظیم میکنه. شما بک‌گراندش از دیدگاه ما سفید بگیرین و آخرین قسمتش برین شادو رو داخل بندازین تا یعنی صدی بعد صد راحت میتونین از استفاده کنین و خیلی عکس‌تان با سلیقه در بیارین. این بود آموزش از پیکس آرت. امیدوارم واقعا براتون مفید واقع شود. بازم تکرار میکنم این برنامه را از گوگل پلی دانلود نکنید و از خود کروم دانلود کنید.